این دختر مقبول کی است؟ نه که تو هستی حلیمه. در گذشته فکر میکردم که زیبایی در موی و آرایش کردن است، اما شکر خدا حال فهمیدم که زیبایی حقیقی در چی است. میشه بگوی زیبایی حقیقی چی است؟ در نیت است، ایمان است، نیت صاف است. زندگی کردن به شکلی که باور دارم است. نظر به خواست دیگران نیست، بلکه نظر به خواست خداوند زندگی کردن از خانم رنا. در زمین وقتی قلب انسان زیبا شود در چهره‌شم نمایان میشه. بسیار گپای خوب زدی، اما آزاد باش و تصامیم زندگی تا خودت بگی. وقتی نیت انسان نیک باشه، باز او وقت چادر پوشیدن یا نپوشیدن چی فرق میکنه؟ نیت مهم است، نه ظاهر آدم. ای کی است؟ ای کی است؟ این نظامی است. اول از وطن بدن از ما حفاظت کنه. سلام دوستا، من در قدم اول خودم معرفی میکنم. قماندان دنیز آیدین هستم. بفرمایید. پس من خودم معرفی میکنم. نام سیبل است. همیشه در کانتین هستم. شرکت صاف‌سودا داروهایی‌را پیشنهاد میکند که برای بیماری‌های درونی و بیرونی انسان دوا بخشند. از قبیل فشاربلندی، گایمرید، بیماری‌های معده، روده، گرده، جگر، عضوهای هاضمه، درد گلو، راه نفس و غیره. اینچنین اگر شما بیماری‌های پوست دارید، با مانند پسوریاز، سفیدشوی پوست، داغ‌های سیاه، پس داروهای صاف‌سودا به شما کمک میرسانند. غیر از این اگر شما مشکلات اورولوژی و گینکولوژی داشته باشید، پس به شرکت صاف‌سودا مراجعت نمایید و اینچنین مشورت طبی بگیرید. همچنین برای زیاد کردن ریش و موی سر، با قوت کردن مردانگی، داروهایی را با نمود کپسولا و روغنی که به سطح درد دوا دارد پیشنهاد می‌نمایند. برای فربه یا خراب شدن داروهای BCA، پروتئین و گنرهای صاف‌سودا عین مدعایند. برده رساندن به همه شهرهای روسیه در مدت 3-5 ساعت. رقم‌ها برای تماس در روی اکران. صفحه ما در تیک تاک sofsavdo.tjk. اگر از نام نورانگیز فیلم مراجعت نمایید، به شما تخفیف کرده می‌شود. بعد از این ما همیشه در دفتر جی می باشم. حاضری در صنف حتمی است. خواستم از روز اول براتان بگویم. این درس دیگه از من کجا؟ نمیفهمم. نه که قرار است ما به عسکری بریم. نفهمیدم چیزی گفتن شما؟ دی ساعت باید در صنف بیولوژی می بودیم. ای که چرا ما را اینجا خواستین هیچ نفهمیدم. من براتان توضیح میتونم. هدف ما معلومات دادن درباره امنیت ملی و اردوی کشور است و در عین زمان اگر معاشرت. شما برای ما درس بدین ما هیچ مشکل داشته باشیم. بیبی جانم، گوش کو. تو یک دختر روشن فکر و متمدن ترک هستی. همراه پدرتان معرفی شدم. کلی چیز واضح برام گفت تو بعداً چادر پوش شدی. شکر که بعد از تحقیق حقیقت را درک کردم. بیبی خودت گفتی در جریان تحقیق بودی، یعنی در جستجوی حقیقت. بله خانم وکیل، تحقیق کرده حقیقت پیدا ما کردیم. باور داریم جانم. کل ما مشکلات زیادی را پشت سر گذاشتندیم. در ضمن میفهمی یک زمان ما میخواستم حجاب بپوشم و همیشه چادر بپوشم، اما به گپ بزرگای خود گوش دادم و به راه غلط نرفتم. هوشیار شدم. یک مدت کوتاه سپری میشه. ما به تو کمک میکنیم جانم. بیا که قدم نخسته با هم بانیم. اول اینجا را امضا کو، باز بعد از او چادر تپس کو. ما چطور میتونم چادر خود پس کنم؟ اول کم چادر تا پس کو، ما ببینیم، بعداً دوباره در سرت کو. ما برات وقت میتیم، بعداً در این باره فکر کو. در ضمن هر وقت خواستی با ما ملاقات کنی دروازه ما برایت باز است. الا دیگه پسش کو. معذرت میخوایم، من چادر خود پس کردن نمیتونم.
ما میخوایم برم. حلیمه جان بیبی جانم، اگه امروز از این اتاق بیرون شوی وارد جاده یک طرفه میشی که برگشت نداره و برات توصیه میکنم که از اینجا نری، دوباره بیشی. وظایف اداره امنیت ملی قرار ذیل است. اول، طرح خط مشی به سیاست‌های داخلی کشور و تأمین امنیت شهروندان. قسمی که در تاریخ 28 انجام دادن استاد، کسایی که در جلسه اشتراک کرده بودن، بعضی از اونا دشمن ملت بودن، خصوصا کسایی که خود جنرال میگفتن. تقریبا با نصف ملت رسما دشمنی خود اعلان کردن. بهتر است وارد بحث نشیم. چطور؟ چرا استاد؟ شما منصوب اردو نیستین؟ وقتی سوال میکنیم باید توضیح بدین. بالای قوانین امنیت ملی فشار آوردن و دولتی که خود ملت رو انتخاب کرده هم قبول کرده. پس چی میکردن؟ اجازه میدادن تا اسلامگراها کشورهای احاطه میکردن؟ مولای تعویض نویس خود دیدین که همراه خانم‌ها چه قسم تمثیل میکرد؟ دوستا لطفاً وارد موضوعات نشیم. اما بهتر اونا است. وارد میشن استاد. اونا در خوابگاه ها به ما منفجر میسازن و نامی کار خود عقیده میمانن و میگن این کار به خاطر اسلام است. شما چطور عقیده انسان ها را زیر سوال قرار میتین؟ از کجا میفهمین که در قلب اونا چی میگذره؟ و نیت اونا چی است؟ شما چطور تو گفته میتونی؟ تو با کدام روی گپ میگی؟ مادر تو خوابگاه از بین نبرد؟ کافی است دیگه، از حدتون میگذرین. حال عقیده ما به خاطر لازمی بودن این موضوع بیشتر شد. هدف ما زندگی کردن مردم بدون آوردن فرق میان یکدیگر و نداشتن خصومت با یکدیگر است. فهمیده شد؟ لطفاً در این باره حساس باشین. درس ختم است. الیف میشه منتظر باشی؟ تشویش نکن، تمام نامه تا خواندم. بار بار خواندم و بسیار خوب فهمیدم. قسمه که گفته بودی یک جا بودن ما کار درست نیست. بعد از این نه من تو را میشناسم نه تو مرا. یک بار که چادر تپس کنی میفهمی که هیچ چیز نمیشه. با جوانایی که مثل خودت فکر میکنن مثال میشی. خدا میفهمه که چند نفرشان تصمیم ترک دانشگاه را گرفتن و هم فقط به خاطر این خرافات. و تو با این کار خود برشان میگی که یک انتخاب دگام دارن. من نمیفهمم که چی کنم. ما برات میگیم که چی کنی جانم. بالای ما اعتماد که دخترم ها. بگی چادرت پس کو. بعد از او پدرت با آغوش بگی تا بیچاره تشویش نکنه. خواهش میکنم بالای ما فشار نیارین. فشار نمیاریم. چرا فشار بیاریم جانم؟ بیبی اگه تو نمیتونی ما چادر خود پس کردن نمیتونم. باز خواد دیدی که چیزی نمیشه جانم. حالا این تعهدنامه را امضا کن. ما برات زمان میتیم، درست است؟ در بیرون چادر بپوش، اما در داخل دانشگاه در سرت نکن. ما سرت فشار نمیاریم دختر جان. چی فکر میکنی؟ پس میکنی هموتو نیست؟ تصمیم خودم میگیره پس میکنه. در ثبت از هموتو نیست؟ عجله که حلیمه جواب بده، منتظر هستیم. مرا راحت بانین. چادر خود پس نمیکنم. حلیمه جان دخترم چی گپ شد؟ بسیار خوب توافق کردیم. من را شما توافق نمیکنم. اگه خواسته باشین مرا ناکام بسازین. اگه خواسته باشین از دانشگاه اخراجم کنین. برام مهم نیست. از این کده مرگ ترجیح میدم. خدایا تو با ما صبر بده. دختر تو هنوز چادرت پس نکردی. توف با تو، لعنت خدا با تو. صبر کن صبر کن. کجا میری؟ صبر کن. تو میگم صبر کن. در صنف ادبیات زیاد منتظر استاد موندیم. بعد از باز شدن دروازه میفهمین که چی شد؟ دینیز آمد. چی؟ دینیز ما؟ بله.
استاد مضمون امنیت ملی شده، یعنی استاد شده. او گفت که نباید غیرحاضری کنیم، یعنی اگر بخوایم یا نخوایم او را میبینم. این مضمون دیگه از کجا شد؟ کل ما طرفدار تروریست ها هستیم، راه درست بر ما نشان میتن. حلیمه کجا میره؟ حلیمه صبر کن، گپ من قبول کن، اگر تو را از بین میبرم. فایر کو، از بین ببر. حلیمه قسم میخورم تو را از بین میبرم. شلیکو صبر کو. حلیمه چی میکنی؟ حلیمه دخترم، گفتم چادرت پس کن، خواهش میکنم چادرت پس کن. نمیتونم. دخترم مرا میشناسی که این کارا میکنم، گفتم چادرت پس کن. اگه چادرم پس کنم اون وقت هم از بین میرم. شلیکو بهتر عزیز که چادرم پس کنم. دخترم چادرت پس کن. چرا قدر زد میکنی یک دانه؟ لطفاً پس کن، لطفاً چادرت پس کن. خواهش میکنم دخترم، پدرت قاتل نساز. خواهش میکنم دخترم، جان پدر پس کن. محافظین کجاستین؟ پس کن دخترم، خواهش میکنم پس اصلیت کن. بنداز، اصلیت بنداز. این کار نکنین، اجازه بدین که من از بین ببرم. من چادرم پس کنم. قاتل میشه. رهای ما کنید، دور اجازه شوین بدین از که بین من از ما. بین ببرم. لطفاً. حلیمه دخترم خوب هستی؟ صبر کن دخترم، صبر کن دخترم، صبر کن دخترم، تحمل کن لطفا. یکیتان دکتر بخواین، دکتر بخواین. خواهش میکنم دکتر بخواین. زود شوین دکتر بخواین، خواهش میکنم. دخترم حلیمه، دخترم لطفا تحمل کن، دکتر میرسه. زود کنین دکتر بخواین لطفا، ازتان خواهش میکنم دکتر بخواین. دخترم مرا رها نکن، دخترم مرا رها نکن، تحمل کن دخترم، خواهش میکنم. به لحاظ خدا تحمل کن دخترم. کسی دکتر بخواین. خدایا مرا با مرگ اولادم امتحان نکن. خواهش میکنم ازتان یکیتان دکتر بخواین، به لحاظ خدا دکتر بخواین. دخترم مرا رها نکن. آمبولانس بخواین. خدایا خودت کمکش کن. دخترم آل دکتر میرسه. دخترم تحمل کن، خواهش میکنم دخترم. خدایا کمکم کن. خدایا توبه کردیم، خدایا کمکم کن. آقای ابراهیم، خدا را شکر که به هوش آمدین. بسیار برتن دعا کردیم.
ما کجاستم؟ بگو که مرا چی وقت اینجا آوردن؟ 3 هفته به بخش مراقبت های جدی بوده. امروز در اتاق عادی منتقل شدین. دخترها خوب هستن. فعلا کجاستن؟ خانم عادله و کلشان خوب هستن. خانم عادله، عمر خدا به شما بخشید. اما دیگه دخترها خوب هستن. هیچ وقت من تنها نماندن. خداوند ازشان راضی باشه. تا هنوز خبر ندارن که شما از مراقبت های جدی بیرون شدین. وقت خبر شون بسیار خوش میشن. نباید کسی از خداوند یکتا ناامید شود. آقا ابراهیم، اما یک کاری کردیم. با خانم رانا زنگ زدم. همین که از حادثه خبر شد به دیدن شما آمد. وقت با هم معرفی شدیم. دکترها گفتن وضعیتتان وخیم است. باید هرچی زودتر به دوستاتان خبر بدین. باز ما هم زنگ زدم خبر دادم. چرا؟ شما از بین می رفتین. او هنوزم شما را دوست دارم. فکر کردم دانستن حقایق حقشان است. تو برش چی گفتی؟ برش گفتم به خاطر نجات زندگی او شما ازش جدا شدین و هیچ وقت از دوست داشتنش منصرف نشدین. به جنازه رفته میتونیم؟ البته که نمیتونیم. نشنیدی که پدرش به ما چی گفت؟ به ما تروریست خطاب کرد. فعلا غمش بزرگ است. از هیچ چیز نمیترسه. فعلا او را فهمانده نمیتونیم. حتما به خاطر شنیدن گپای ما میخواستن همراه ما گپ بزنن. نتیجه چی شد؟ حلیمه کشته شد. او دختر در مقابل چشمای ما جان داد. ما هیچ کاری کردن نتونستیم. حداقل حال خو یک کار کنیم. گریه کردن برش فایده نداره. به خاطر خوشنودی روحش برش سوره یاسین میخوانیم. حق به جانب استی. اول من میرم که وضو بگیرم. میشه برام یک چادر به تیلیف؟ دبت از برات میارم. ای خو نامه مادرم است. دخترم، خولیای من، نور
نور چشمایم، دود قلبم، دختر مقبولم. تو یک دختر بد نیستی. ما مادرت هستم، تو را خوب مشناسم. تو به هیچ کسی ظلم کده نمیتونی دخترم. به خواهرتم ظلم کده نمیتونی. فریب شیطانه نخو. هوش کنی کدام دیوانگی نکنی. بیازو او از وقتی که به دنیا آمده بد شانس است. هیچ من نمیتن. خداوند با دادن او به ما شانس به دست آوردن رضایت خود داد. ای کار نکو، گناه داره دخترم. خواهرت ده آغوش بگی. دو خواهرها هیچ وقت دستی یک دیگه خود رها نکنین. شما را اول به خداوند و بعدن به یک دیگه تان مسپارم. هوش کنی کدام کار نکنی. او راز با ما به گور میره. ایلش خانه میتن. من چرا بچانس هستم؟ من چی بفهمم؟ اگه اینطور است پس چرا مادر مینا را به تو نوشته کده؟ لازم گفته با نگاه کدنی ما فقط ثواب میکنیم. برو از خودش پرسا که از من چرا میپرسی؟ سر من چیخ زده نمیتونی. هولیا از من پنهان نکن. مادرم کدام رازم میفهمه. قبلا نمیره درک کده بودم وقته سرش فشار آوردم باز برم نگفت. حتما کدام گپ است. من از کدام راز خبر ندارم. خبر داری؟ گفتم خبر داری. بس کنین دیگه. سهیلا این چیز را از من پنهان میکنه. درست است که قسم با چیخ زدن و جنگ کردن چیز حل نمیشه. هولیا تو هم باید برای جواب درست بدی. گفتم که چیزی رو نمیفهمم. پس چرا وقت نامه را خواندی پیشم نامدی؟ چرا مثل من تعجب نکردی؟ نامه را خواندی و ده گوشم موندی. به خاطر که برای مهم نیست. نه تو و نه مادرت. او رازه باید به من بگویی. بگویم؟ از تو نفرت دارم. رازه فهمیدی؟ بفرمایین. خانم رانا، من فریحه هستم. کدام چیزی شده؟ یک معجزه شده خانم رانا. بالاخره آقای ابراهیم به هوش آمد. فکر کردم شاید بخواین به دیدنش بیاین. بله؟ بله خانم رانا؟ هولیا دروازه را باز کن. گفتم دروازه را باز کن. الیف لطفاً زیاد سرش فشار نیار. من شب استراحت کردن نمیتونم سهیلا. هولیا بلیاز خدا یک چیز بگو. مادرم از من چی را پنهان میکنه؟ هولیا درست است هر قسمه که تو بخوای، اما من امشب از این راز خبر میشم. کجا میری الیف؟ پیش مادره. به این وقت چطور او را میبینی؟ اجازه نمیتن که داخل شوی. صبر کن مام همراهت میایم. الیف از خانه خوب بیرون شدی اما چه قسم میخوای او رو ببینی؟ پیش مدیر زندان عذر میکنم. این قسم نمیشه. در این وقت شب مدیر زندان نمی باشه. اگه باشم تو رو پیش او نمیبره. پس همونجا تا صبح میخوابم. الیف درست است که مشکوک شدی، پریشان هستی، اما این راه حل نیست. پس چی کنم؟ من یک راه حل دارم. بیا که بریم. بیا این دیگه. این دختر عقل خود از دست داده. پیازم بندازم بیادر. بله بیادر زیاد بنداز. زیاد خانم بنداز. بیادر از خانه نکشی. بان که بیرون بکشه بیادر. بله؟ بله سلام.
کی هستین؟ من سهیلا هستم. اردم؟ بله تو هستی سهیلا؟ بله اما فکر میکنم که تو مصروف هستی. نه خیر، به خاطر تو بیکار هستم. چیزی نه، کدام موضوع مهم نبوده قصهش نشو. اگه امکان داره میخوای ملاقات کنیم چطور؟ نه خیر اما تو فعلا کجاستی؟ در کنار ساحل هستم سهیلا. پس نزدیک ماستی. اگه امکان داره میخوای ملاقات کنیم. بسیار خوب، پس میشه که با هم ملاقات کنیم. پس من منتظرت هستم. پس درست است، منتظرت میباشیم. با امید دیدار. بیادر قربان چم پیاز ننداز. به نظر تو بیکار بود جانم؟ نمیفهمم، برمخو گفت که بیکار هستم. انده ای وقت شب چه تو بچه از زندان اجازه خواد گرفت؟ مجبور هستیم، ازش خواهش میکنیم. بالاخره او پلیس است، پیش همگی قدر داره، ما را کمک کده میتونه. دخترا شما چی فکر میکنین؟ مادرم کدام راز از ما پنهان کرده؟ هیچ نمیفهمم جانم. چندین بار مشکوک شدیم اما چیزی را نفهمیدیم. بس کنین دیگه، تشویش نکنین، هیچ رازی در بین نیست. خالصی جان میفهمه که هولیا چه قسم است. حتما به خاطر مشورت دادن برش گفته. نه خیر جانم، ما مادرم میشناسم. او نامه را بی دلیل نوشته نکرده. چندین بار مشکوک شدم اما حالا مطمئن هستم. بیادر بسیار زود نوشی جانش کردی. دل بد نشی، بسیار زیاد خوردی. نمیشم کاکا، تو یک بار دندانای من خوب بیبی. فکر میکنم در دندانایم چیزی هست. بیبی اجازه که بیبی اجازه بیبی گشتان مونده اما بیرون نمیشه. اردم؟ دینیز چطور هستی بیادر؟ من خوب هستم، اما تو اینجا چی میکنی دی وقت؟ بیادر کوفته خوردیم. فکر میکنم عجله داری؟ کجا برم بیادر؟ امیال آمدیم میخوایم کوفته بخورم. بیادر هوا خراب است، از آمدنت پشیمان میشی. بیبی امکان داره باران بباره، حتی امکان داره برف بباره. گوش کن بیادرم، کوفته را گرفته داخل موتر بخور، درست است؟ حالا دیگه بخاری موترتم روشن کن که گرم بیایی. حالا دیگه میفهمم بسیار خنک خوردی. صبر کن. تو فقط کوفته خوردی، مطمئن هستی؟ کاکا، کوفته که به ای آماده کردی به ما آماده نکنی. نه خیر بچیم، تاثیر کوفته نسبت خورد آماده کنم یا کلان؟ متوسط آماده کنی. اردم بیا بشینه. اگه منتظر کسی هستی برام بگو که من مزاحمت نشم. چطور؟ نه خیر، منتظر کسی نیستم. ولی از خدا دیگه وقت شوکی رو ملاقات کنم. اردم دینیزم اینجاست. دخترها آمدن. بله دخترها آمدن. میخواستی با دخترها ملاقات کنی، از او خاطر من روان میکردی؟ بله، راستش فراموش کردم که برات بگویم. بیبی ساحل، دینیزم خبر خواهد شد. ما کاری کردن نمیتونیم. او بیچاره چند ساعت منتظر مانده. بریم دیگه. شام بخیر. خوش آمدین دختر. خوش آمدین. چطور هستی دینیز؟ زنده باشی فلیس، تو چطور هستی؟ بفرمایین بشینین. هیچ خوب نیستیم. همه چیز پشت هم رخ داد. درباره قوانین تازه دانشگاه خبر شده؟ یک دوست ما را پدرش از بین برد به خاطر که چادر خود نمیکشید. چوب باش سهیلا، گفتن این وضعیت به بعضی ها هیچ مهم نیست. فکر میکنم هدفت ما بودم. تو چطور میتونی قدر مطمئن باشی؟ به خاطر که نظامی هستیم قلب ما از سنگ است. پس به همین خاطر کوشش میکنین ما را تداوی کنین؟ به نظر شما کسایی که ایمان دارن مریض هستن یا به تداوی روانی ضرورت داریم یا به مضمون امنیت ملی؟ میبینیم که دیگه چی قوانین میکشه. به ما وعده داده بودی، به یاد داری؟ قرار بود دیگه با هم جنگ نکنه. او قبل از نامه تو بود.
اون نامه را من چرا نوشته کرده بودم ها؟ چرا نوشته بودم؟ نخواندی؟ خواندم، چندین بار خواندم. ای که خواندی کار خوبی کردی، اما هیچ چیزی را نفهمیده ایلیف. اردام، ما امشب باید به زندان بریم، کم کار داریم. از همین خاطر اینجا آمده بودیم. چوب نباش ایلیف، بگو دیگه. قالینا را بگیریم جنرال صاحب. کل چیزا ببرین، هیچ چیز باقی نمانه. درست است جنرال صاحب. کسایی که بخواین نماز بخونن چی کنن؟ بچم درست است، همیال اینجا را تخلیه میکنم. تا فردا نمیخوایم هیچ چیز اینجا باشه. عجله کنین، زود شوین. بچشم جنرال صاحب. بیبی خودت هم خواندی، اما هر چی که کردم خولیا با من هیچ چیز نگفت. راستش الیف، این کار ساده نیست. خواهش هر کس قبول نمیکنن. باید یک شخص خواهش کنه که پیششان قدر داشته باشه. من یک بار دوستای من میبینم. شاید بتانی از طرف روز مادرت ببینی، درست است؟ یعنی امشب نمیشه؟ امکان نداره. زیاد میخوای که حقیقت رو بفهمی؟ پس همراه ما بیا ایلیف. کجا؟ نمیخوای که مادرت ببینی؟ قسمی که گفته بودین داخل خالی کردیم. کلیدش کجاست؟ پیشم از جنرال صاحب. دروازه را قفل کن. امرتان بجا میشه. زود شو، دروازه را قفل کن. قفله به ما بده. تو رفتا میتونی. باز چی شده؟ فکر کنم تلاشی میکنن. استراحت کنین، چیزی نیست. زیجان گورال، زیجان گورال، زود باش، امرای ما بیا. چرا؟ وقتی برات میگم بیا، پس زود باش، عجله کن. دینیز، محکوم آمد. کدام تر میخواین داخل برین؟
من میرم. زود باش بریم. الیف، خیرت از دخترم چی شده؟ تو چرا در این وقت شب اومدی جانم؟ بشینین مادر. به خاطر این آمدیم. به خاطر فهمیدن حقیقت آمدیم. میشه برام بگوین مادر؟ اگه خنک خوردی میتونی در موتر بشینی سایلا؟ نه خیر. بیبی عزت نکو، اگه نه مریض میشی جانم. زنده باشی. ببینین دوستا، ما درباره الیف یک چیز فکر کردیم اما مثل تو فکر میکنم سهیلا. چی گپ است؟ میشه با من بگوین؟ به نظر تو الیف فرزندی بوده میتونه؟ چی؟ تو اونا مرا نخوندی اردام؟ خالصی جانم ما چیز وازی نوشته کده. بله اردام، گفته بعد چانس به دنیا آمده. راستش من چند سال از پلیس هستم اما تا هنوز توی قضیه را ندیدیم. راستش همین منطقی است. الیف و مامی تو فکر میکنم؟ قبلا مادرش یک روز دیگر ازش پنهان کرده بود. خدا میفهمه درباره چی گپ میزنن. چرا خاموش هستین مادر؟ یک چیز بگوین. همون راز از همه تو نیست. رازه که جنرال قدرت هم میفهمه. حتی اولیام میفهمه اما از ما پنهان میکنه. ما میخوایم به سلول برم. چرا مادر؟ من دخترتان نیستم. کسی از دختر خود چیز را پت میکنه؟ گفتم میخوایم برم، لطفا منو ببرین. هیچ جایی رفتن نمیتونین مادر. حقیقتا ما باید بفهمم مادر. این راست چی است باید برام بگوین. لطفا دی وقت شما مشکل خلق نکنین. نمیخوایم رایتان گپ بزنن. ایره از اینجا ببرین. درست است، بریم. پشت این گپ رها نمیکنم. هر روز به دیدنتان میایم مادر. اگه لطمم کنین، اگه گپم نزنین، پشت این موضوع را اعلان نمیکنم مادر. چی شد الیف؟ مادرت چی گفت؟ چیزی نگفت. هیچ چیزی نمیگه.
خانم زیجان بیاین که بریم. لطفاً برام وقت بده. بفرمایید. به الیف بگو که دیگه چیزی به گفتن ندارم. اما من دارم. همه چیزم میفهمم. الیف دختر شما نیست. این قسم نیست. الیف هم ما به دنیا آورده. او دختر خودم از خودم. میفهمم که از جنرال قدرت میترسین، اما بالای من اعتماد کردن میتونین. او پدر الیف از همون تو نیست؟ من هم میفهمم. ببینین خانم زیجان، اگه حقیقت بفهمم از الیف حفاظت کردن میتونم. دیگه قسم امکان نداره. من الیفه بیشتر از جان خود دوست دارم. به خاطرش جان خود فدا میکنم. سر من اعتماد کنین. پدر او جنرال قدرت است. نمیفهمم. من هیچ چیز را نمیفهمم. پس با الیف چی رابطه دارن؟ وقتی به شما تسلیم کردن چیزی نگفتن؟ یول موضوع را بغلم دادو دیگه چیزی برام نگفتن. خانم کوریا با شوهرم تسلیم کرده بود که هم بود بکشنش. زبانش قطع کردن. الیفت نمیخوایم. ما ازش محافظت کردن نتونستم. دخترم بسیار بکس شد. نه خیر الیف اصلا بکس نیست. من تا دم مرگم روی او هستم، تا آخرین نفس خود. شما تشویش نکنین. در ضمن الیف هیچ وقت از این راز خبر نمیشه. بین ما میمونه. فهمیدین؟ او را خود ترک نمی کنی نه؟ هیچ وقت نه. پس با هولیا بگو خواهر الیف خو مشناسی؟ میشناسم. وام تازه خبر شده با الیف کی نگرفته. برش بگو با خبر که برش چیزی بگویه. شما تشویش نکنین خانم زیجان. دخترایتان به من امانت هستن. او شخص ابراهیم نام چرا تا هنوز وکیل رسمی است ها؟ فردا یا پس فردا از شفاخانه مرخص میشه. بازم دوباره به حمایت از شورش‌ها ادامه میده. ما به خاطر چی او تصامیم گرفتیم؟ چرا قدر تلاش میکنیم؟ فردا باید او نشر شوه و او آدم باید دیگه وکالت کردن نتونه گفته باشم. چی شده جنرال صاحب؟ دیگه چی شوه؟ او ابراهیم نام دوباره از مرگ برگشته. نجات پیدا کرده؟ اما قسم فکر میکنه. اما این دنیا را برش جهنم میسازم. با دستای خود بدار ویزانش میکنم. به دیدن مادرم رفته بود، اما تمامش هم ابروی بچه ها بودن. بسیار زیاد تشکر به خاطر که مرا تنها نمید. البته که تنها نمیمانیم. هر وقت به ما ضرورت داشتین میتونین زنگ بزنین. خب دیگه دوستا وقتتان نمیگیریم. شب بخیر. شب بخیر. الیف میشه گپ بزنیم؟ الیف، مادرت چیزی را نمیفهمم. سر او زیاد فشار نیار. از او به خاطر از دست دادن حق تحصیلت بسیار میترسه. او را پریشان نساز. درست است؟ ما مادرم بسیار خوب میشناسم. این اولین بار است که در زندگی برام دروغ میگه.
Anne, çok üşüyorum. Anne, ağlıyorum. Hasret, kor gibi yaktı beni. Yangınlarda kalbim yaralı şimdi. Anne, duy sesimi. Anne, bırakma beni. Hayat bir oyun gibi, belki umutlarımız vardı halbuki. Ne olur affet anne, ben kendimi affetmesem bile sen beni affet. Utanıyorum ama lütfen bana hakkını helal et. Ne olur affet anne, ben kendimi affetmesem bile sen beni affet. Utanıyorum ama lütfen bana hakkını helal et. Yine bana kızım desen, sarsan yaralarımı. Üşüyorum ah, örtsen ayıplarımı. Yine bana kızım desen, sarsan yaralarımı. Üşüyorum ah, örtsen ayıplarımı. Yine bana kızım desen, sarsan yaralarımı. Üşüyorum ah, örtsen ayıplarımı. Yine bana kızım desen, sarsan yaralarımı. Üşüyorum ah, örtsen ayıplarımı. دیروز پرستار اطفال داخل ساحه نظامی شدن نتونستن. چون چادر پرش بود. در دروازه توقف دادنش. گفتن کی هستی؟ پیش کی آمدی؟ بسیار سوال کردن. و امضایش هم گرفتن. ما به خاطر مادرم امضا کردم. بعد از او داخل شده تانست. بعد از این فقط مانع خانواده هایمان به عذاب می باشند. مسجد چرا قفل کردن؟ اینجا چی گپ است؟ مسجد چرا قفل کردن؟ جنرال سنجر امر کردن که قفل کنیم. وسایلشان بردن. اینجا کاملا خالی است. گفتن که اینجا کسی نماز خواندن نمیتونه. پس کجا نماز بخوانیم ها؟ میخواین که دیگه نخوانیم. به هر صورت تمام روی زمین مسجد است. کافی است که انسان نیت کنه. از دوستای تو کس آواز خوب داره؟ یک چند نفرشان داره کماندان ساز. پیش ما روانشان کو میخوایم ببینیم. جنرال صاحب، امر کرده بودین که مسجد خالی کنیم. این کار به خوبی انجام شد، هیچ مشکلی پیش نامد. دروازه شام قفل کردیم. به خاطر احتیاط بیشتر یک محافظم اونجا ماندیم. خوب است. باید بفهمن که در کار خود جدی هستیم. ثبت نام مهمانای چادر پشت که در ساحه نظامی داخل میشن آغاز شده. این قسم مشخص میشه که پیشی کی آمدن. خوب است.
همچنان ما میخوایم که او اشخاص ببینم. یعنی کل چیزا به ما آماده ساخته نمیتونن، باید راه درست برشان نشان بدیم. یعنی کسایی که مشکل خلق میکنه دانه دانه همراهشون گپ میزنم. اگر قبول کنن بهتر است، اگر نه بگوین که ما برای خود ادامه میتیم، باز وقت میفهمم که چه قسم سر رایشان قرار بگیرم. جنرال صاحب هولیا نمیخوره؟ همراه ما گپ نمیزنه. درسته است، بیا بیشی بیا. امروز بعد از دانشگاه به دیدن پدرم میرم. الیف جان، انا حقیقت تشویش میکنی. هیچ راز را از تو پنهان نکردن. با این کار خواهرت از دست میتی. کجا میری؟ ازت پرسیدم کجا میری؟ من از تو سوال کردم که دیشب کجا بودی؟ برات خو گفتم که به دیدن مادرم میرم. ولی از خدا بس کن. در نصف شب چه قسم رفتی؟ تو میخوای سر مادرم رشخند بزنی؟ خدا میفهمه کمرای بچه ها کجا بودین؟ هولیا تو چی میگی؟ من به چشمای خود دیدم. اگه من نمی بودم اونا را حتما خانه میآوردی. تو همراه ما بیا. چی میگی خواهر؟ من چیزی به گفتن ندارم. من خواهر بزرگت هستم، باید گپ ما گوش کنی. اگه گوش نکنم چی میشه؟ چرا مادر؟ من دخترت نیستم. کسی از اولاد خود چیز را پت میکنن؟ گفتم میخوایم برو، من از اینجا ببره. هیچ جای رفتن نمیتونین میدن. حقیقتا باید برم بگوین این راست چی است، باید بفهمم. بیبی دی وقتش هم مشکل خلق نکن. نمیخوایم را گپ بزنن. این از اینجا ببرین لطفا. درست است، بریم. پشت ای گپ اعلان نمیکنم. هر روز به دیدنتان میایم مادر. اگر لطمم کنین، اگر گپم نزنین، بازم میایم. باید این موضوع را بفهمم. من همین الان باید همراه مدیر گپ بزنم. بسیار یک موضوع مهم است. حضور میکنم برام کمک کن. راستش دی نیست. واقعا مادر الیف به تو چیزی نگفت؟ به من راست بگو. چرا پرسیدی؟ به خاطر که بسیار پریشان هستی، از او خاطر پرسیدم. نه خیر، به خاطر او پریشان نیستم. من فقط درباره خود فکر میکنم بس. وقتی تو در داخل بودی دخترها به ما یک چیز گفتن. چی گفتن؟ دخترها فکر میکنن الیف فرزندی است. امکان نداره جانم. ما هم چیزی را نمیفهمم. بیادر، اونا از نام مادر الیف همین چیز را درک کردن. من خواهم قسم فکر میکنم. تو چی فکر میکنی؟ چی فکر کنم؟ البته که حقیقت نداره. من کوشش میکنم یه موضوع رو بسته کنم، اما شما اجازه نمیتین. درست است بیادر، درست است. دیگه چیزی نمیگم. نه خیر، من باید امروی دخترها گپ بزنم. نباید الیف متردد بسازن. درست است، برو امرویشون گپ بزن. چی وقت گپ بزنیم؟ امشب گپ بزنیم؟ سهیلا یا فیلیز؟ ایره مشخص بساز تا اردوی ما راحت شه. تو هم سر من فهمیدی بیادر. چای تبونوش دیوانه. سهیلا، از چی وقت عاشق شدی؟ اما روزی که ملالت کرده بود. از اما روز
بله من روز چند تا سوال بسیار مشکل بود اما من میخواستم حل کنم اما نتونستم. امروز با هم اینجا میرم و دیوال میکنه. درست است؟ در پارک بریم. درست است. استاد آمد. صبح خیر شاگرد. صبح خیر. الیف گورال در صنف است؟ بله هستم استاد. به روابط اجتماعی برو. چرا؟ اگه بعد از درس برم نمیشه؟ نه خیر باید هم یاله بری. وقت ما را ضایع نساز. دوسیه بررسی کردین همونتون نیست؟ بررسی کردم خانم رانا. بسیار یک دختر زدی است. یکی گپای ما برش فایده میرسانه یا نه ایره نمیفهمم. اما بازم باید امتحان کنیم نه؟ پدر و مادرش در زندان هستن. حادثات زیادی را پشت سر مونده. پریشان است. او دختر خانواده خود از دست داده. اگه با او رابطه خوب برقرار کرده بتانیم شاید مانع راه او شویم برش و عدم میتیم که در هر حالت در کنارش می باشیم. اگه موفق شویم باز محصلین زیادی را قانع ساخته میتونیم. همونطور نیست؟ من الیف گورال هستم. مرا خواسته بودین؟ ها من خواسته بودم. همراهی ما بیا. کجا میریم؟ در پایین میخواین همراهی تو ملاقات کنن. مرا تعقیب کن. قوانین پانتون همه قسم است. باز با چادر وارد دانشگاه شدن نمیتونم. ها اگر تو ایره امضا نکنی فکر میکنی ما چادرت در سرت میمانم؟ دخترم چادرت پس کو. ای ورقا را امضا کن. میخوای مرا دیوانه بسازی؟ گفتم ای ورقا را امضا کن. حالا ناقاران باشین. اینجا دانشگاه است. اگه امضا نمیکنه برای روابط اجتماعی برده میشه. این ملاقات به خاطر چی است؟ چرا اینجا آمدیم؟ بهتر است این سوال از اونا بپرسی. خب بگو چرا خواستی مرا ببینی؟ من میخوایم از این زندان تبدیل شوم. میخوایم که از اینجا برم به یک زندان دیگه. چرا؟ نیک همراه هم اتاقیات مشکل داری چطور؟ نه خیر مشکل ندارم. موضوع خانوادگی است. درست است اما هر کس که بخواه نمیتونه پیشنهاد تبدیلی بده. من یک دختر دارم. او در دانشگاه مرکزی استانبول درس میخونه. به خواست خدا دکتر میشه اما تمام فکرش به طرف ماست. شب میایه روز میایه یک لحظه مرا فراموش نمیکنه. زندگی دخترم تباه میشه مدیر صاحب. فکر میکنم اگر در مقابل چشمش نباشم شاید فراموشم کنه. نباید بفهمه که کجاستم. لطفاً من از این زندان بیرون بسازین.
حادثه دیروز کل ما را پریشان ساخت. هیچ کدام ما نمیخواستیم این قسم شوه. یک خانواده سوگوار شد. اما اگه به گپای پدر خود گوش میداد و از قوانین جدید اطاعت میکرد، هیچ کدام اینا اتفاق نمیفتاد دختر جان. امرای وام ده همی اتاق گپ زدین. همی گپا را برش گفتین. ما کوشش کردیم تا به خاطر آشتی کردن با پدرش میانجیگری کنیم. پس چرا به تصمیم حلیمه احترام نکردین خانم رنا؟ اجازه میدادین چادر میپوشید. اجازه امتحان میدادین از لیلی اخراجش نمیکردین. پدرش هم دختر خود نمیکشت. تو ما را مقصر فکر میکنی ها؟ نمیفهمم. از وجدان خود بپرسین. ضبط نکنی همتون نیست؟ بله خانم. چرا این گفتگو را ضبط میکنین؟ به خاطری که فردا یک کس مثل تو پیدا شده ما را مقصر فکر خواهد کرد دختر جان. قماندان صاحب امر شده در اینجا عبادت کردن ممنوع است. قماندان صاحب مرا مجبور نسازین. از اینکه مسجد بسته کردین کار درست نکردین. در بین اساکر درز ایجاد میشه. ما فقط این کار به خاطر شورشی ها انجام دادیم. کسایی که از قوانین سرپیچی میکنن آشکار میشن. با این کارتان در زندگی شخصی انسان ها مداخله میکنین. هیچ چیز به دستتان نمیه. این کارتان مداخله مستقیم به حقوق انسان است. عبادت بین خالق و مخلوق است. هیچ کس مانع عبادت شده نمیتونه، چون حقیقت زندگی همی است. یعنی قول اردوی خودم منظم ساخته حال پیش ما آمدین؟ این کارتان اصلا خوب نیست. انسان باید حد خود بشناسه، همتا نیست؟ بخصوص نظامیا. اگر بسیار بسادگی از دوست به دشمن مبادل شده میتونه. متوجه باشین. هیچ وقت انسان واقعی از حد خود نمیگذرد جنرال. قسمه که شما گفتین من یک نظامی هستم و تا آخرین لحظه زندگیم از دشمن نمیترسم. الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اینجا چی گپ است؟ اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول. ادامه بده. ادامه بده. چه وقت دیدی که آذان توقف کنه؟ اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. دروازه های مسجد میتونین قفل کنین، اما قلب هایی که به نور ایمان منور شدن قفل کردن نمیتونین. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله.
اینجا چه گپ است؟ دیشب مسجد قفل کردن. چی رسایل دارین؟ همگیتان به کار خود برسین. عجله کنه. ای احمق اینجا چی میکنه؟ مداخله نکنین جنرال صاحب. تو چی میگی؟ اجازه بتم که نماز بخونه؟ دزم تو چرا از این حمایت میکنی؟ از این حمایت نمیکنم. اعتبار شما را حفظ میکنم جنرال صاحب. اینا هرگز به امر شما نماز ترک نمیکنن. این وضعیت را قهرمان میسازه و با این کارتان اونا بیشتر از شما نفرت میکنن. بعد از او در بین خود درباره شما خود گفتن که جنرال ما بدین است. حق با تو است. حق با جانب استی. آفرین. وقت نمازش خلاص شد بگو به اتاق ما بیاره. ما بیارمش؟ با جز تو کسی اینجا هست؟ با چشم جنرال صاحب. تو ما را مقصر فکر میکنی، اما من تو را مقصر فکر نمیکنم. حتی کارایی را که در حق من انجام دادی را بخشیدم. ما به شما هیچ ضرر نرساندیم. قبلا هم گفتم اما باور نکردین. به هر صورت دوباره وارد اون موضوع نشیم. بیبی دخترم، تو قربانی خانواده شدی. یک دختر هستی که برای غلط راهنمایی شدی. شاید اگر در یک خانواده خوب می بودی امروز همراه ما در اینجا نمی بودی. مادرت خو می فهمی که در زندان است. حق ندارین درباره مادرم چیزی بگویین. خانم رانا واقعیت میگه لیف. همه چیز آشکار است. تلویزیونا، روزنامه ها تمامشون درباره شما نوشته میکنن. وضعیت پدرت خب معلوم است. هرچی که باشند اونا خانوادیم هستند. به همین دلیل اجازه نمیتی در موردش گپ بزنه. اما حقیقت تو بهتر از ما میفهمی. خانوادت غرق یک سیاه چاه شده. تو میتونی تقدیرشان تغییر بدی. چطور؟ با پس کردن چادرم؟ البته این یک آغاز است، اما تو باید تمام افکارت تغییر بدی دختر. تو باید از زاویه متفاوت طرف زندگی ببینی. چیزی را که شما آغاز میگین خانم، او انجام ما خواد بود. تو بسیار زود احساساتی میشی. تا امروز شامل امتحانات نمیشدن همت نیست؟ حالا کسایی که ایره امضا نکنن داخل صنف شدن نمیتونن. محصیل خود در باغچه پیش میبرین تا زمانی که به دلیل غیرحاضری ناکام شوین به همین شکل ادامه میتین. ما از شما کدام چیز دیگه نمیخوایم. فقط مناسب فرهنگ و مد روز لباس بپوش. فقط همق. بیبی تو باید به دیگران نمونه شوی. باید برشان ثابت بسازی که انسان میتونه از زندگی خود تغییر بده. بله، انسان همه چیز تغییر داده میتونه. اما اگر بخوایم من نمیخوایم. کجا میری؟ اجازه خواستی یا نه؟ رفتم میتونم؟ گفتگو را ضبط کردی هموت نیست؟ بله خانم. حالا رفتم میتونی. این کارای شما رام کسی ضبط میکنه. ایره میفهمین هموت نیست؟
parçalansa, savursa bile, yerlerden yerlere öfkeyle vursa, dünya bir yangına dönse, kavursa bile, dimdik dursa, Elif gibi. Hayatım kördüm açmaz olsa bile, gönlümün kuşları uçmaz olsa, acılar sözleşip beni bulsa bile, dimdik dursa, Elif gibi. Ağlasam gizli gizli, kimse görmese beni, derdimi sırrımı kimse bilmese, kardelen salim sebebi halimi, dimdik dursam yine bir Elif gibi. چرا قسم کار کردین قماندان صاحب؟ چی کردیم؟ نماز خواندن گناست چطور؟ بیا. قماندانیه تا آمدن. داخل برش. بچه‌شم جنرال صاحب. تو هم داخل بیا. بچه‌شم جنرال صاحب. احمقی چی کاری بود که انجام دادی؟ محافظ! امر کنن جنرال صاحب. این را از اینجا ببرید. اطاعت میشه. و سلول انفرادی بندازشه. عجله کنه. زود شوه. با نماز عصر چند دقیقه مانده. ساعت خدا فراموش کردیم. حقش بود اما تو نیست؟ بله حقش بود. نفهمیدم. گفتم حقش بود جنرال صاحب. دوستای عزیز، این موضوع فقط مربوط دوستای چادر با شما نمیشه. فقط به خاطر چند پارچه کاغذ یک دوست ما زندگی خود از دست داد. اگر به خاطر دور کردن چادر سرش فشار نمیومد این اتفاق نمیافتاد. آی از دست قسم گردمایایی اینا خسته شدیم. مشکلات اینا هیچ ختم نمیشه، متوجه هستی؟ آی بله جانم، راست گفتی. اینا همیشه مظلوم هستن. اگه اینقدر مظلوم هستن باز بسیار ساده است دوباره به قضیه خود برن. کاش برن. نظم دانشگاه را بر هم میزنن. تمام مشکلات دانشگاه به خاطر این چادر پوشا است. طرف اونا بیبی چقدر به احساس هستن. بچه‌ها، دختران، پیر و جوان، هر کدامتان بدون تمیز باید از ما حمایت کنید. این فشار از سر چادر پوشا آغاز شده. فردا شاید این اتفاق بالای شما بفته.
هر قدر که ظلم زیاد شوه همون قدر ظلم بیشتر بشه دوستان. دوستای عزیز همگی باید همدست شویم، با هم یک صدا شویم و از این مبارزه حمایت کنید دوستای عزیز. هیچ نمیفهمید. هیچ براتان مهم نیست. چون او دختر چادر میپوشید مثل شما نبود. به همین دلیل هیچ براتان اهمیت نداشت. ادامه بدین و حال گوشای خود بسته کنید. بس از تمثیل نکو دیگه. هیچ کسی به شما ضرر نرسونده. این بازیاتونه دیگه کنار بانین. هر قدر خواسته باشید این کار کنید. اما من همه چیز دیدم، همه چیز شنیدم. شما خبر دارید که در تحکمی پایین چی جریان دارم؟ من میفهمم. اول به نام بخش روابط اجتماعی آدم اونجا میخواید. دو اتاق تاریکی که هیچ کس نمیره دو منزل پایین است. ما را اونجا میبرند. به خاطر که قانع بسازن ما. بدون اینکه متوجه باشن که ما میخوایم یا نمیخوایم اونجا میبرن ما. بعد از داخل شدن در اونجا میفهمیم که به جهنم داخل شدیم. و کسایی را که در اونجا میبینیم اونا صاحبای جهنم هستند. شما چی میخواین؟ میخواین از عقیدتان منصرف شوید، میخواین شخصیت خود از بین ببرید، میخواین با اوامر الهی مخالفت کنید، یعنی میخواین چادرتان دور کنید. حلیمه به خاطر که همیگه پرندت کشته شد. چند رقم پیش مام رد کردم. این که حالی که او تحت هوس نمیفهم. این که چقدر در مقابل گپا مقاومت میکنه، این که چادر خود پس میکنه یا نمیکنه معلوم نیست. اینم نمیفهمیم که فردا کی را به او جهنم میبرن. دوستا شما کسایی که از آزادی حمایت میکنید، کسایی که از حق انسانیت حمایت میکنید، مسئولینی که در مقابل رسانه ها حق خود میگیرن، اونا حال کجا هستن؟ البته براتون فرق نمیکنه. میخواین برید پیش کانتین چای بنوشید. خوب است برید بنوشید. دوستا یک دقیقه صبر کنین. شما خو میفهمین که کل گپای اینا دروغ است، اما تو نیست. خاموش نباشین، صدایتان بکشین. 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 برای همه حقای آزاد باشد. به دختران خبر دادی خانم فریحه؟ شماره مامای زاهلا پیشم بود. زنگ زدم اما خاموش بود. نشانی خانه‌شان ندارم. دخترها امروز یا فردا حتما میایم.
ایره با آقای ابراهیم آوردن. نام کسی هم نوشته نشده. نمیفهمم، یک آقا بر ما داد. بازش که خانم فریحه. اگه ایره خودتان بخوانین بهتر است. من یک کم کار دارم. ابراهیم، هر وقت که مقابل شویم، هر وقت که راه های ما یک جای شود، زندگی همدیگر از بین میبریم. این نامه را به بار آخر نوشته میکنم. میخوایم تمام حسابات، تمام رازا و تمام دروغا را فراموش کنیم. همه چیز خانمت برم گفت. کاش این حقیقت بعضی چیزا را تغییر داده میتونست. اما بسیار دیر اعتراف کردی. اگه او روز میپرسیدی، برای جواب میدادم که آماده هستم به خاطر تو جان ما بتم. اما به جای ما تو انتخاب کردی. به همین خاطر همه و هم اولادت از دست دادی ابراهیم. وقتی از ما جدا شدی، روزی که برام گفتی از ما جدا میشی، طفل در بطنم بود. دختر ما. از خشم زیاد برات گفتن نتونستم. بیاد و دختر مام نخواسته ای دنیا بی پدر زندگی کنه. بعد از تولد از بین رفت. حال مساوی شدیم دیگه. تمام حسابات ما بسته میشه. از زندگی همدیگه برای همیشه بیرون شویم لطفا. یگانه کسی که میتونست ما را یک جای بسازد سالها پیش از بین رفت. من دیگه پشت خدا سعی نمیکنم. تو هم سعی نکن. رنا. عالی است. بسیار خوب، بسیار خوب. باید هم همی کار میشد. بله، با خودش خبر دادین؟ درست است. جنرال صاحب، خبرهای خوش شنیدین؟ وکیل ابراهیم از دادستانی حذف شد. باید قضایای زیادی را پیش می بردم، اما در قسمتش نبود. و او قماندان؟ حدش برش نشان دادم جنرال صاحب. در سلول انفرادی انداختمش و حالی هم به دیدنش میرم. فردا شخصا میخوایم به دیدنش برم. درسش برش بتین تا فردا عقلش در سرش بیاید. درست است؟ با چشم جنرال صاحب. تو برو. بشینین قماندان صاحب، بشینین. چیز خوردین؟ تشویش نکنین، کسی چیز نداده. باید ایره بخورین. قماندان صاحب. قماندان صاحب، عجله کنین. بگیرین ایره، بگیرین. باید ایره بخورین، اگه نه از بین خود رفتین.
از ما چرا حمایت میکنی؟ قماندان صاحب سوال نکنین، باید بخورینش. محافظ، قماندانی ایده در کدام سلول بردین؟ در بلاک جی جنرال صاحب. درست است. ما باید یک دفعه او را ببینم. خوردین قماندان صاحب؟ چرا این کارا میکنی؟ این آرام بخش است، درد دانه کم میکنه. جنرال سنجر از این وضعیت خبر داره؟ این آرام بعدن بخورین، سوال نکنین زیاد. چرا همراه ما همدردی میکنی؟ اگه شما به جای من میبودین چی میکردین؟ به خاطر رضای خداوند همراه کمک میکردم. جنرال صاحب، تو اینجا چی میکنی؟ راستش ما به خاطر گپ زدن پیش قماندان آمده بودم. گفتم اگه به دستور جنرال عمل کنی باز با 1 سال جزا نجات میافی. درست است. باز برای چی گفت؟ چی میگفت دیگه؟ گپ های ناق زد. رد کرد؟ بله. اینا خوبیرم نمیفهمن. جنرال صاحب، من جزایش دادم، کار لازم انجام دادم، توان گپ زدنم نداره. خوب است. بسیار کار خوبی کردی. واقعا خوش شدم. ای خدایا قربانت شوم، تو به همه صبر بتی اگر دیوانه میشم. باز از دستم افتاد، نمیفهمم کجا افتاد. آه مولای المازده چه وضعیتی گرفتار شده، همه چیز از پیشت فرار میکنه. بالاخره از بین خود رفتی، کجاستی؟ چی شدی؟ این کار صبر است دوستو. در اینجا با روح خود وارد بشین. بعد از آمدن در اینجا همه چیز فراموش کردین، اما تو نیست؟ همه چیز فراموش کردین. بله ملاصه فراموش کردیم. حس میکنم روح ما بالا کشیده و با آسمان پرواز میکنیم. خدایا این آدم چی میگه؟ موره ما چی شد ها؟ خدایا ایره بیبی کاملا حقیقی است به من نزدیک شو. ای چی است؟ چی است ملاصه؟ ای پرنده. درست است، اما بالش کجاست؟ بله وقتی پرنده میسازیم باید بالام داشته باشه، اما تو نیست ملاصه.
ما در زندان هستیم. اگر به بال بسازیم شاید پرواز کرده ما را با مشکل روبرو بسازم. درست نمیگم؟ دوستا وسایلتون جمع کنین. 10 دقیقه بعد وقت ملاقات است. فراموش نکنین هفته آینده از چوب گوگرد خانه میسازیم. کسایی که استعداد این کارا دارن آماده کرده برام بیارن. درست است؟ توبه توبه. میگم در زندان استراحت کردن آمدیم. استراحت چی؟ وضعیت ما را ببین. 1 ساعت ورزش، 1 ساعت کاردستی، 1 روز خوشم نداریم. قربانت شم خدایا چی وضعیت است؟ یلماز بیادر خودت ملاقاتی داری؟ نمیفهمم. نامت در فهرست بود بیادر. مادر میخوایم یک چیز ازتان بپرسم. بپرس دختره. شما جنرال قدرت از کجا میشناسین؟ به یک گپ شما مرا آزاد ساختن. در محل حادثام همراه شما به تنهایی گپ زدن. فقط گفت دختر از اینجا ببر. مادر ما فهمیدم که اونا ما را در اطراف خود نمیخواین، اما ضررم رسانده نمیتونن. یعنی چیز مانعشان میشه اما دلیلش نمیفهمم. نمیفهمم. شاید وجدانشان است. مادر اون مردم وجدان از کجا کردن به لیاز خدا؟ کدام دلیل دیگه داره؟ شما میفهمین اما برام نمیگین. ببین چادر سوخت. حالا چی کنم؟ چقدر چادر مقبول بود. توبه 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 توبه. نمیفهمم وقت نام اونا را میگیرم دستایتان میلرزد. مادر او آدم کی است؟ خواهش میکنم بگویید. ازتان خواهش کردم مادر. من یک روز او آدم میفهمم اما به تو گفتن نمیتونم. بیاز او آدم از ترسی که به کس نگویم میترسم. با خاطر قسم میگم. مادر شما جنرال تهدید کردین. به همین خاطر شما مرا پیش اونا روان کردین. من هیچ کس تهدید نکردم دخترم. فکر کردم آدم خوب است. فکر کردم کمک میکنه اما اشتباه کردم. او راست چی است؟ از من نپرس. گفتن نمیتونم. همه بگو درباره کی است؟ ما قسم خوردیم. ایرازم به هیچ کسی گفتن نمیتونم. لطفا نپرس. لطفا نپرس. الیف؟ خوش آمدی دخترم. بیبی اگه به خاطر او شب آمدی قسم میخورم قسمی که دیدی قسم میخورم تو نیست. روزنامه نمیخوانی پدر؟ سراب فرار کرد. قمرام ناپدید است. فقط تو و مادرم زندانی هستین. در دانشگاه همگی مرا توریست میگن پدر. چند بار پیشت آمدم آزار کردم که خانه و خانواده ما را از بین نبر. حالا بگوین که ما چی کنیم؟ یک عالم مرید دارم. یکیشان حتما براتان کمک میکنن. تو هنوزم خودم ملا فکر میکنی؟ هنوزم منتظر کمک مریدایت هستی؟ ما به تو چی بگویم پدر؟ تو چرا اینجا آمدی؟ ها؟ وضعیت مرا نمیبینی؟ ما قربانی تقدیر شدیم. با گپای ناق خود مرا عصبانی نساز. از اینجا برو. اگه کدام فایدهت میرسه بگو. اگه نه از اینجا گم شو. میرم پدر. ایران باید بفهمی کسی که ملا باشه کلمه قربانی تقدیر به زبان نمیاره. تو حتی ایران نمیفهمی. اما مشکل من این نیست. فقط یک سوال پرسیده از پیشت میرم. ابا خان مادرم ایره به هولیا روان کرده. چی از دختر؟ من هیچ چیز فهمیده نتونستم. پدر اگه چیز میفهمی بگو. تو و مادرم از یک راز خبر دارین اما این راز با جنرال قدرت چی ربط داره؟ بلی از خدا تو چی میخوایی بگویی؟ به اندازه کافی خودم درد سر دارم. به مادرتان بگو تا در کار من مداخله نکنه. برو گم شو. بار دیگه هیچ وقت به دیدن من نیا. از اینجا برو گم شو. پدر جواب بده. چرا این راز از من پنهان میکنین؟ چرا برای من جواب نمیتین؟ من اولاد شما نیستم. هولیا چطور رسیدی نیست؟ خوب هستم زنده باشی. میشه با هم گپ بزنیم؟ من باید به میلی بس برسم اگه عجله نداری. یک مادر تصمیم خوش نیست. نه خیر درباره مادرم نیست. درباره خواهر تو است.
یک روز دیگه گپ میزنیم. چطور؟ موضوع ساده نیست، بسیار مهم است. بیا دموتر بشی. دموتر؟ بله، من میرسانمت. درست است. بفرمایین. خداحافظتان. با امید دیدار. بسیار زیاد خوش شدم. دوباره منتظرتان هستم. واقعا بسیار خوش گذشت. تشکر میکنم. بعد از دیگه زودتر میبینیم. این قسم بهتر است. هفته آینده به خانه ما بیاین. چی شده خانم شنایی؟ کدام مشکل است؟ چیز نیست. تشویش نکن. با امید دیدار. با امید دیدار. هیچ وقت باورم نمیشد که توی قسم کار کنی. ما چی کردیم؟ خواهرت جگرخون ساختی. خواهرم میره برات گفت، اما فکر میکنم که شما با هم نمیبینین. هولیا بسیار بد است. تو خواهرت درست نمیشناسی. باید الیف از ما بهتر بشناسی. او بسیار قلب مهربان داره. مادرت خواهش کرد که امروز گپ بزنم. گفتی مادرم؟ بله، من از همه چیز خبر دارم هولیا. دیروز امروز الیف پیش مادرت رفته بودن. بعد توی یک نامه نوشته کرده بود. تو هم میفهمی که الیف فرزندی گرفتن. اون نامه را خواهرت پیدا کرده. الیف هم از این موضوع خبر شده؟ نه خیر، خواهرت از این موضوع هیچ خبر نداره. اما بعد از این نباید در این باره یادآوری کنی. من میخواستم که خواهرم اون نامه رو ببینه. او رو در یک گوشه پنهان کرده بدم. درست است، نمیپرسم که چه قسم پیدا کرده. الیف نباید از این گپ خبر شود. کاری نکو که خواهرت پریشان شود. اگه او را بازم پریشان ساختی، باز با من مقابل خود شدی. گپ ما فهمیدی نه؟ بله. اما اگه مرا اختار میتن، اولیا بد است. اولیا همیشه جنجال جور میکنه. یک روزم کسی ازم نپرسید که اولیا چطور استی. شما میفهمید که ما چی روزای بعد سپری کردیم؟ یک روزم مثل آدم یک جای شیشته نتونستیم چای بخوریم. خب چای تنوشیدی، غذای خوردی، حال بسیار خوش هستی نه؟ بله. بیبی هولیا جان، توافق کردیم ما متونست خواهرت پریشان نمیسازی و این روزم بین ما 3 نفر می باشه. درست است. اما مام از تو یک خواهش دارم دینیس. چی خواهش داری؟ امیالا سر پل بریم. مرا بالای پل بزرگ میبری دینیس. خواهش میکنم. درست است، بعداً گپ میزنیم. ضروریات خانه تانم کم نشده، به خریداری بریم؟ بله البته که کم شد. درست است، قبل از اینکه زیاد دیر شود به خریداری بریم. نیست. هوا تاریک شده اما تا هنوزم نامده. اگه بلای سرش بیاید چی کنم؟ با سل کردن طرف کلکی نمیایه. بیا غذا بخور، اگه نیست سرد میشه. خوش آمدین کاکا شاهین. خوش باشی الیف دخترم. دخترها هستن؟ ماما خوش آمدین، داخل بیاین. خانم مامایم کجاست؟ نه خیر، داخل نمیایم. با شما یه خبر خوش دارم. خیرت است؟ چشمایتان روشن. ابراهیم بیادر به هوش آمده. در اتاق عادی منتقل شده. خدا را هزار بار شکر. بالاخره دعای ما قبول شد. بیاین که شفاخانه بریم. ما در بیرون منتظر هستم. درست است. آی سهیلا، آماده کردیم دیگه. خواستم مصرف نشه. شما نمیخواین بخورین؟
هر چی کم بود داری بگی. اگه چایتام خلاص شده بگی. البته هرچی که کم بود داشته باشی میگیرم. راستی نامی چی بود؟ چی بود؟ اناناس است. بله آناناس است. خواهرم دیروز گفت کاش که می بود که میخوردی. یک قسم است. پس برش یک دانه بگی. پدر، عمم در دانشگاه چی کارهایی که انجام داده؟ شما دی کارش خبر داشتین؟ این نظر برش داده بودم، اما او زود دست به کار شد. البته بعد از متهم شدن خود خواست که هر قسمشو داشته بای خودت جبران کنه. چیزی که مهم است موفق شدن او پروسه است. دیگه چیز برام اهمیت نداره. پدر جان، راستش ای که او در ای کارهای خود موفق شده یا نشده هیچ نمیفهمم که چی قسم بگویم. در روز اول یک دختر کشته شد. میفهمین ارتجاع دانشگاه همه ما مقصر فکر میکنن. او دختری لیف نامم امروز سخنرانی کرد. نظم دانشگاه بر هم زد. ای قسم است. هرچی که خواست گفت. هیچ نمیفهمم. او از هیچ چیز نمیترسه. اما من محافظه دوزخ گفت. کاملا راست گفته. با خاطر که رعنا دانشگاه را به جهنم تبدیل میکنه. خوش آمدین. معذرت میخوایم دیر خبر شدیم. خوب هستن؟ میتونیم به دیدنشان بریم؟ البته اما کم متوجه باشین چون او بسیار پریشان است. اما به خاطر چی پریشان است؟ با خانم رعنا هم خبر داده بودم. فکر کردم شاید به دیدنش بیاید. اما یک نامه روان کرده. خب وقت آقای ابراهیم خانم رعنا را ترک میکرده، خانم رعنا حامله بوده. یک دختر به دنیا آورده و زود وفات کرده. از این گپ خبر شد. پس این حقیقت داشته، اما او کاملا رد کرده بود. من روزا خودم قصر فکر میکردم که باعث خفگی او نشدم. چرا متعجب شدی جانم؟ من از اول میفهمیدم کو برای دروغ میگه. کسی که در دانشگاه قدر ظلم کنه دروغ گفتن برش آسان است. لطفاً متوجه باشین. نباید ده باره بفهمم. بهش روزنامه‌ام نمیبرم. تازه به هوش آمده. نباید از ظلم بیرون خبر شود. کاکا ابراهیم، زنده باشی دخترم، زنده باشی. خوب شد که بخیر گذشت. زنده باشین دخترا. خداوند شما را دوباره به ما بخشید. خدا را شکر که به خیر گذشت. خداوند از شما راضی باشه. خانم عادله را شما دفن کردین نه؟ دیگه کسی به جنازه آمده بود؟ وقت ما باشیم به کسی دیگه ضرورت نیست کاکا ابراهیم. او به ما زیاد خدمت کرد. ما وظیفه خدا ادا کردیم. خداوند از کلتان راضی باشه. برم قصه کنین. وقت ما بیهوش بودم چی کارا کردین؟ درسا چطور پیش میره؟ به دانشگاه میرین؟ البته که میریم کاکا ابراهیم. همه چیز خوب پیش میره. دانشگاه خوب پیش میره. قرار است شامل امتحانم شویم. شما را؟ بله، حجاب پوشا را. چرا قبلا نمی گرفتم؟ نه خیر کاکا ابراهیم، این تصمیم گرفته بودن اما رد شده بود. شامل امتحانام میشه، ما صنفام میریم. بیا در مشکلاتی وطن خلاص نمیشه. بعضی مشکلات پیش میه اما مثل همیشه مبارزه میکنیم. شما درباره ما فکر نکنین. با فکر خوب شدن و سر پا شدن خود باشین. ما شخصا متوجه دختره هستم. در نزدیک خانه ما خانه گرفتن و کمک هم دیگه فرششم کردیم. شما تشویش نکنین.
زنده باشی. خداوند از تو هم راضی باشه. از کل ما راضی باشه. روبرویم قبل از قبله کعبه. اقدر لطکوب شدی، شکنجه شدی، اما هنوزم منصرف نشدی. دینم از من امیر میخواه. دیگه چاره ندارم. یک بار قبول کنم یک بار نه. به خود به احترامی کده نمیتونم. خب اگه میتونی گپای خودت در مقابل جنرال قدرت هم بگو تا عکس العملش ببینی. فردا تو را به ملاقات میخواه. معذرت میخوایی و میگی دیگه تکرار نمیکنی. ای چی است؟ خورده نیست. کی خورده؟ ما خوردم. برات کی آورده؟ گفتم برات تیر کی آورده؟ ما خودم پیداش میکنم. دینیس؟ کجا بودی بچیم؟ یک دوست ما تا خانهشان رساندم. از چی وقت حال خدمتکارا دوست تو شدن؟ با چشمای خود دیدم امرای او در موتر نشسته و رفتید. میخوایی چی کنی بچیم؟ ناوقت شده بود، موترم نداشت. پس میلی بس به خاطر چی است؟ مادر فقیر هستند، به خانهشان کم خرید کرد. ازت خواهش میکنم ملاقات کردن با انسانای کم سویه را کناروان بچیم. با انسانای کم سویه خودت هستن دوستی کو. مرا مجبور نسوسو دختر اخراج کنم. مادر متوجه هستین که چی میگن؟ لطفاً. دینیس برو یونیفرمتو بپوش، به قرارگاه میریم. چی شده پدر؟ دی وقت چی گپ است؟ کسی به قماندانی اید غذا برده. پس قسم است. کی برده؟ نفرش پیدا شد؟ چیزی گفتن؟ نه خیر نگفتم، اما من خوب میفهمم چه قسم سر گپ بیارمش. پدر فقط کمی غذا بردن، چرا قدر جدی میگیرین؟ حتما کدام دوستش برده. ای کارشان سرکشی از اوامر از قماندان. اگه حال نادیده بگیرم دا آینده بدتر از ای خواهد شد. عجله کدام موتر منتظرت هستم. خدا را شکر کاکا ابراهیمم صحیح و سالم به جمع ما برگشت. چراغ خانه روشن است. هولیا آمده. خواهر تا حالا کجا بودی؟ من تشویش شدم. هر شب بدونی که چیزی بگوین از خانه بیرون میرین. با این کارت نجات پیدا نمیکنی. تمام روز کجا بودی؟ برات گفتم که کار میکنم. داخل شو، میخوایم همراهت گپ بزنم. داخل برو. خواهر معذرت میخوایم، اما تو هم بدونی که چیزی بفهمی بالای من عصبانی میشی. خواستم که پول پیدا کنم تا کردیم و یک جا مصرف کنیم. بیبی که ما بر شما بسیار خریداری کردیم. هولیا تو میخوایی مرا دیوانه بسازی؟ این چه قسم کار است؟ قدر پول از کجا کردی؟ قسم میخوام که پولا رو به حرق پیشانیم پیدا کردیم. تو چرا هر دقیقه بالای من عصبانی میشی؟ درست است لیف، درست است. از سرش فشار نیار.
هولیا خواهری یک دانیم ما بدی تا نمیخوایم، از این خاطر عصبانی میشم. وقتی تو تا وقت شب کار میکنی پریشان میشم. درست است، بعد از این هم درس میخوانم هم کار میکنم، تو را محتاج به کسی نمیسازم. دروازه را باز کن. برم بگو غذا را کی برای تو آورده بود؟ جزای سلول انفرادیت 1 روز دیگه اضافه شد. حالا دوباره میپرسم او غذا را کی برای تو آورده بود؟ جزای 2 روز دیگه اضافه شد. تو 2 روز دیگه نه آب و نه نان، حتی تشنابم رفته نمیتونی. حالا دوباره میپرسم او غذا را کی برای تو آورده بود؟ رزق همه از یک نشانی میرسه. خداوند برم داد. خوب است. درست از پس را مبرد به تو. خبردار باش. سهیلا، الیف کجاست؟ در داخل است، نماز میخوانه. هولیا رو دیدی اما تو نیست. او دختر 1 روز آب است 1 روز آتش. نه خیر جانم، او دختر بسیار هوشیار است. فهمید که الیف فاشی موضوع را رها نمیکنه، عقب نشینی کرد. به خاطر که پریشان نشم ازش پرسیدم. امروز به دیدن پدر خود رفته. بله، گفته این موضوع را فراموش کن. حتما چیزی که ما فکر میکنیم اما تو هست. اوه، ایره حتما فرزندی گرفتن، مطمئن هستم. الیف؟ شما چی گفتین؟ بیدار شو خواهر. هولیا زود باش، بیدار شو. چی گپ است؟ ما فرزندی هستم. تو چی میگی خواهر؟ مادرم مرا فرزندی گرفته. جواب بده دیگه، تو خواهر من نیستی؟ الیف تو چرا قسم فکر میکنی؟ حتی شما هم همه قسم فکر کردین. فقط من فکر کردن نتونستم. چطور نفهمیدم؟ من احمق هستم. الیف عصبانی نشو. ما اما تو یک گپ گفتیم دیگه بس. قسم یک گپ امکان نداره، فقط از ذهنم بیرون شد. مرا نمیشناسی، گفتن گپ ناقادتم است.
مرا تازور میکنه. بابا او مرا از این عذاب نجات بده. مرا فرزندی گرفتن. بگو برا. مام تازه خبر شدم که تو را از کس دیگه گرفته بودن. یعنی تو خواهر من نیستی. چطور نیستم؟ در یک خانه کلان شده. در یک تخت استراحت کرده. اما از یک مادر به دنیا نامدیم. هیچ وقت بین ما فرق نهاردن. یک جای خوردیم، یک جای نوشیدیم. از یک مادر به دنیا نامدیم. نه خیر، مادرم مرا زیاد دوست داشت. بعد از خوابیدن تو پیشم می آمد. مرام ناز می داد و می بوسید. اما هر دوی ما یک قسم دوست نداشتن. به خاطره که دلشان برات می سوخت. یک بار درباره پدر فکر کن. کدام خبرت لطف خوش کرده. بیاد او بد شانس به دنیا آمد. خداوند با دادن او به ما شانس به دست آوردن رضای خود. این کار نکو. گناه داره دخترم خواهرت ده آغوش میگیری. ده خواهرها هیچ وقت دست یک دیگه خدا رها نکنه. شما را اول به خداوند دوم به یک دیگه تان بسپارم. خوش کنی نیت بد نداشته باشی. اولیا دختره بیا دختر مقبوله خنده پدر آب بیادیانه پدر برای دختر رو طرف برو یک دانه بیبی با تو چی آوردی نوشی جان کن دختره تو برو چاکلیت بخور دختر برو دختر چاکلیت بخور برو دختر برو دختر چرا تلفن وسایل داری؟ داخل برو با ما آب بیار عجله کن برو پدر کاسر بخورم که پول من هم گرفته اما گرفتم پس تو گرفتی احمقا تو گرفتی؟ یونس چی میکنی؟ چی کردی؟ پولا را چی کردی؟ باره بگو پولا را چی کردی؟ راست بگو یونس معلوم است چی میکنی طفل نمیکنم خانم فقط جزایی را میکنی دوز است دوز چه فهمی؟ دوز از یک دختر بی نام و نشان باید همه انتظار داشت بار دیگه بچه به من دست نزنی فهمیده شد احمق تو را از من میبرم فهمیدی سرام از من میبرم خسته شده فهمیدی خداوند جزایتان را بده زن احمق از هر دوتون خسته شده بریم دخترم بریم تو احمق پس دختر کم تانه من دختر بدبخت من Ben kendime gurbet
gurbet oldum, içim garip, dışım garip, oy garip. Sılada sılasız kaldım, suyum garip, aşım garip. Ben kendime gurbet oldum, içim garip, dışım garip, oy garip. Felek bir gün rahat koymaz, çağırsam kaderim duymaz. Ayağıma, kılıma uymaz, gövdem garip, başım garip. Felek bir gün rahat koymaz, çağırsam kaderim duymaz. Ayağıma, kılıma uymaz, gövdem garip, başım garip. تا هنوزم نامده؟ نه خیر. این دختر تمام شب کجا بود؟ فلیس، او خب به خود کدام ضرر نرسانده همه نیست؟ نه خیر نرسانده سهیلا. چای جوش نامده؟ تو چه قسم دختر هستی؟ هیچ به تشویش خواهر خود نیستی؟ اما چی؟ ببرینش و بیارینش. حتما گریه کدم میره. گفتم میره که پدرم کیست، مادرم کیست. تو چطور میتونی درباره خواهر خود قسم گپ بزنی؟ تو با؟ نشنیدین؟ خواهر چی؟ نشنیدین گفت که خواهر من نیست؟ اگه خواهرش نیستی انسانم نیستی. ما هم از یک مادر و پدر به دنیا نامدیم، اما مثل خواهر هم دیگه هستیم. به شما تبریک باشه. خیر ایلیف به شما برسه. و من خو خیر ضررش دیگه چیزش نرسیده. امی ایلیف به شما تقدیم. شرکت صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои БТА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед ба шумо тахфиф карда мешавад.